رو شاه زانو زده باشه. شاه میاد با یه روش متفاوت قدرت فیزیکیشو نمایش میده تو این دروازه. جنگ با شیر به صورت نمادین به جای کشتن یک انسان. دقت کنید یال شیر تو دستشه، یه خنجر هم شکم شیر فرو کرده. پس ما اینجا چند تا نمایش دیدیم. آثار هنری رو توی تاقچه‌ها میذاشته، کاوش‌ها دوستان بازش کردن. اگر وارد راهرو شدید، تا این راهرو رو نگاه کنید، پله‌ای که میره سمت آشپزخونه میتونید. بهتره چی باشه؟ یعنی ما نام کاخ رو بر اساس کاربردش تعریف و خوشبختانه نقش اون آدمایی که تو پنهان دارن میرن سمت کاخ اینو برای ما مشخص کنیم. ولی تو این زاویه میخوام چند تا راز زیبا بهتون بگم که یکیش یه شاهکار هنریه. اون دروازه رو نگاه کنید، پادشاه ایستاده، دو تا خدمتکار پشت سرشن. شما یکم دقت کنید، بالا و پایین مچ دست شاه سوراخ توی سنگ میبینید؟ دستبندهای واقعی از طلا ساخته میشد، اونجا روی سنگ نصب میشد. جلو عقب تاجش دو تا شیاره، تاج طلا نصب میشده. به خاطر که این مجسمه‌ها شکل واقعی تری دیده بشن. به این هنر امروزه میگن چی؟ کولاژ. پس مبتکر هنر کولاژ هم ایرانی‌ها بودن. راز بعدی صنعته. دوستان این چتر منو همه فکر میکنن چینی‌ها اختراع کردن. چتر مکانیکی، چتری که باز و بسته میشه. 2500 سال پیش ایرانی‌ها چتری رو اختراع کردن که باز و بسته می‌شده. این ابزار رو الان اونجا زیر اون چتر برید. و دقیقاً زیر این قسمت یه پین هست که پینو می‌کشیدن چتر باز و بسته می‌شده. چتر من بالاش یه میله ساده است ولی اونا همونجا هم اونو تبدیل کردن به شکلی از میوه انار. می‌بینید؟ به نظر شما چرا از شکل میوه انار برای تزیین استفاده کردن؟ انار شاه میوه هاست، تنها میوه‌ای که تاج داره. ارتباطات هنریشون واقعا بی‌نظیره. دوستان سرستون‌های کاخ‌ها شکل حیواناتن جز این کاخ تنها کاخیه که اون سرستون بالای ستوناش دو سر انسان بوده. دلیل داره، دلیلشو جلوتر میگم، فقط خودشو ببینید. فعلا اونجا کف زمین شکسته شدهشو پیدا کردن، مرمت کردن، تونستن یه سمت سرشو تقریبا احیا کنن و ما متوجه شدیم که این کاخ سرستونش دو سر انسانه. چراشو جلوتر براتون توضیح میدم. خب دوستان نقش آدم هایی که روی پله ها دارن میرن بالا رو دقت کنید. همشون گل دستشونه، هر جور دوست دارن میرن. اون برگشته دست اونو گرفته با اون صحبت میکنه، همشون هم گل دستشون. اینا بزرگان